ما کلا با دغدغه شروع کردیم. آژانس تبلیغات با آژانس مارکتینگ فرق میکنه. آژانس مارکتینگ فرایندش متفاوته. نیرو انسانیش خیلی سخت گیر میاد. برنامه‌نویس خیلی کم شده، گرافیست کم شده. سعی کنیم بستری آماده کنیم برای کارفرمایی که حالا کار و کسبی دارن راه میندازن. تو دل کار یه سری چالش‌ها وجود داره. کسایی که حالا کار و کسب دارن، بیزینسمنن، بیان تجربه هاشون رو انتقال بدن هم به ما، یک تاک هم به همین ترتیب. آقا بالاخره شد. بالاخره بعد مدت‌ها تلاش و این کارو بکن اون کارو بکن، یکی دو بار ضبط، ما اومدیم برای ضبط اولین قسمت یک تاک. فکر کنم بشه اپیزود 0. آره اپیزود 0 رو داریم میدیم بیرون، چون به هم دیگه قول دادیم که تایمش زیاد طولانی نشه. حالا قسمت بعد جبران میشه حتما این داستان، چون خیلی حرف برای گفتن هست. خیلی خلاصه و جمع و جور بهم بگو که آقا یک تاک رو از کجا به وجود آوردیم، مثلا اون ایده اولیه چجوری شکل گرفت. یه توضیح خیلی کوچولو سعی کن بهم بدی. خیلی کوچولو بخوام اینا رو بگم، ما کلا با دغدغه شروع کردیم. یعنی اصلا خود یک تیم با دغدغه شروع شد، پنلمون با دغدغه شروع شد که بهش رسیدیم. یک تاک هم به همین ترتیب. یک تاک این شکلی شروع شد که در واقع ما اومدیم یه سری دغدغه‌هایی که توی کار وجود داره، کار ما این شکلیه که تا نتیجهش خیلی ملموس نیست. درست. اون فراینده آره دقیقاً باید پیش بره تا صبوری به خرج بدن کارفرماها تا به اون نتیجه برسه و راجع به اون نتیجه بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم که معمولاً هم نیست. این صبره نیست. آره این صبره واقعا نیست. حالا جلوتر بهش میگیم که چرا نیست، ولی خب از طرف دیگه ما یه اتفاقی هم که میفته تو دل کار، یه سری چالش‌ها وجود داره که از دید متخصصا یه شکله، یه کارفرما دید خودشونو داره. این انتقال تجربه و این دغدغه‌ها به نظرم باید گفته میشد و حالا قطعا پادکست‌هایی هم هستن که تو این زمینه دارن خوب فعالیت می‌کنن. آره اصلا تو زمینه مارکتینگ ما تاک شو و پادکست‌های خیلی خوبی داریم. خودمون داریم استفاده می‌کنیم. دقیقاً. سعی کردیم ما حالا بتونیم یه سری اتفاقا رو بهش اضافه کنیم که حالا کامل نمیگم کامل ترش کنیم، ولی خب در حد توان خودمون بتونیم بهترش کنیم. ببین چیزی که حالا در تکمیل حرفات بخوام بگم، تلاشمون به این بوده که حالا جدا از اینکه اون دغدغه ها رو گفتی که اصلا یک تاک بیسش از اون شکل گرفت که راجع به اونم صحبت می‌کنم باهات که ذره بیشتر بازش کنی برامون، بیشتر گفتیم به این سمت ببریمش که سه تا اتفاق توش رقم بزنیم. اتفاق اول دقیقاً اون دغدغه‌ای که گفتیه که نیاز نباشه هی توضیح بدیم، سعی کنیم بستری آماده کنیم برای کارفرمایی که حالا کار و کسبی دارن راه میندازن یا توش فعالیت دارن. دو، چیزی که حالا با هم صحبت داشتیم دقیقاً هم درسته دیگه، مارکترها و بازاریاب‌هایی که دارن تخصصی کار میکنن و با تجربه هستن، یعنی از تجربه‌های اونا هم استفاده کنیم و حالا به مخاطبین انتقال بدیم. و مورد سوم که من خیلی دوست دارم اتفاق بیفته، کسایی که حالا کار و کسب دارن، بیزینسمنن، بیان تجربه هاشون رو انتقال بدن هم به ما هم به کسایی که دوست دارن میبینن و این حوزه علاقه دارن. خب یه دو تا سوال ازت دارم. سوال اول الان ازم شکل گرفت که میشه همین الان که یادمون نرفته بهم یه توضیح خیلی کوچولو بدی، بازم خیلی کوچولو، چرا کارفرما صبر ندارن؟ دلیلش چی می‌بینی؟ ببین دلیلی که کارفرما صبر ندارن، حالا یکی از چالش‌هایی هم که خوردیم اینه که چرا شما یه تبلیغ نمی‌سازید. خب خیلی برمیگرده به اون فرآیند کار ما اولش میگیم یه در واقع ریسرچی انجام میدیم، تحلیل رقبایی داریم، خیلی فرآیند این تیپی. این که گفتی که اصلا دغدغمه اصلا. یعنی اصلا واقعا کارفرمایی بودم مثلا 2-3 روز بعد قرارداد گذشته ما داریم خب توی ریسرچ، بعد میگه که خب کی شروع می‌کنیم به ساخت تبلیغ. بعد اونجا بود که گفتم بابا خب یعنی چی اصلا این سوال از بیس غلطه. چرا؟ چون آقا آژانس تبلیغات، استودیوی تبلیغاتی با آژانس مارکتینگ، آژانس هک رشد کسب و کار، یک تیم فرق میکنه. آژانس تبلیغاتی درسته تو یک دغدغه‌ای داری، تو می‌خوای چیزو بفروشی، یک بیزینسی داری، یک ایده‌ای داری، سناریو رو داری یا نداری فرق نمی‌کنه، میری به اون آژانس تبلیغاتی میگی آقا می‌خوام چیکار بکنم، یا سناریو از خود یا این سناریوی من، اوکی برو بساز. اون بخش کوچیکه مال توئه، اونو باید بری بسازی. دقیقاً میشه یکی از ابزارهات. ولی اینکه تو با آژانس مارکتینگ صحبت کنی بگی آقا مثلا همچین بیزینسیه بریم تبلیغ بسازیم، مثلا این نشد که اصلا کار آژانس مارکتینگ فرایندش متفاوته. و حالا تو اون فرآیند بازاریابی میدونیم صفرترین حالت ماجرا تحقیقات بازاریابی. خود این یک پروسه است. برای مثال همون دغدغه‌ای که حالا گفتی با اون کارفرماها، همون کارفرمایی دیگه داشتیم،
این بوده که خب چرا تبلیغات نمی‌سازی؟ من تبلیغاتو بر چه اساسی درست کنم؟ اصلا چی درست کنم؟ یک بیزینسی داری بدون هیچ مزیت رقابتی، خب من بیام چیکار کنم؟ باید برم یک تحقیقاتی شکل بدم، نقاط ضعف و قوتتو پیدا کنم، رقباتو پیدا کنم، از دل اون به مزیت بدم، حالا بر اساس اون بیام ایده بدم برای تولید محتوای سوشال مدیاهایی که داری. خب اوکی، این خیلی پروسه زمان بره که همون فردا بریم ضبط کلیپ. مثلا یکی از استادای عزیزم حرف قشنگی میزد، میگفت آقا ما یه کلیپ تبلیغاتی درست کنیم بدون استراتژی میشه کار هنری. خیلی حرف درستیه. آفرین. ما هنرمند هستیم ولی کار هنری که نمیخوایم بکنیم. اصلا ماهیتش فرق میکنه. من باید یک استراتژی داشته باشم نسبت به اون بیام یه کاری بکنم. همون فرآیند بازاریابی، اولش تحقیقات بازاریابی، بعد دسته‌بندی، بعد هدف گذاری، بعد جایگاه یابی، بعد اون 4P معروف مارکتینگ. خب من بعد اول بیام تحقیقات کنم، بعد ببینم مشتریات دسته‌بندی کنم، هدف قرار بدم اون کسایی رو که میخوام و بعد برم سمت اون پوزیشنینگ یا جایگاه یابیه که تو دل مخاطبیم، توی ذهن بازار هدفم، اون چیزی که از خودم و برندی که حالا از تو به من رسیده و میخوام به دل مخاطب جا بندازم، اونو بیام تو ذهنش جایگاه یابی کنم عملا. خب این باید پروسش طی بشه، بعد بریم تبلیغ بسازیم دیگه. نمیشه که اصلا. این شد فرق آژانس مارکتینگ با آژانس تبلیغاتی و حالا کاری که ما داریم حالا تو یک تیم با هم انجام میدیم. حالا این یه چیزی یادم میگه یکی از چیزایی که میگفتی ما داشتیم کار میکردیم با یه کارفرمایی، بعد اومده بهت گفته که آقا مثلا چرا بخوام همچین کاری بکنیم، شما دارین یک تیم رو میارین توی دل کار من. چون کانسپت یک تیم همینه دیگه. کانسپت یک تیم اینه که میاد با اون کار کسب مرج میشه، یک تیم میشه و برای رشد، برای سیستم سازیش، برای فروش بیشترش، برای اصلا برندسازی یا هر هدفی که دارین تلاش میکنی و به اون رشد برسید. اوکی. میگه یادمه میگفتی که آقا برگشت گفته که چه کاری با یک تیم چیز شم، حالا 5 نفر 6 نفر، حالا بسته اون تیمی که بستین، من خودم اینا رو دونه دونه استخدام میکنم. آیا این درسته این مسیری که میخواست بره؟ ببین کار کسبایی هستن که خب اون اسکیل لارج مثل دیجیکالا، مثل بقیه استارتاپ هایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن، خب اونا باید تیم خودشون رو داشته باشن. تازه این هم اشکالی نداره که یه بخشی از کارو حالا برای یک کمپین یا هر اتفاق دیگه‌ای که حالا تارگتشونه بیان در واقع با آژانس‌های مارکتینگ آوتسورسش کنن، کاملا بره توی این قضیه و اونا انجامش بدن. خب ولی کسایی که این فیلدو کامل ندارن، یعنی اون اتفاق مارکتینگ اونقدر مثلا با یکی دو نفر داره هندل میشه توی سازمانشون، به نظرم خیلی منطقی نیست که بیان دونه دونه استخدام کنن. دو تا پروسه است. یکی این که حالا با شرایط در واقع امروز ایران پیدا کردن نیروی انسانی نیروی انسانیش خیلی سخت گیر میاد و بتونی پیدا کنی با اون بودجه‌ای که خودت میخوای بهش مثلا اختصاص بدی. برنامه‌نویس خیلی کم شده، گرافیک کم شده، سخت پیدا کردن. اصلا استراتژیست، کسی که طراحی سایت داره انجام میده، کسی که سئو داره انجام میده، کسی که داره مدیریت مارکتینگ تو انجام میده. بعد اصلا جدا از بحث استخدامش، دردسرای بیمه‌اش، اون حالا اضافه کارش، نگهداشت اون نیروی انسانیش، اینا خیلی پروسه سختیه. حالا همه اینا رو میگم، اون خود پروسه استخدامش رو بذاریم کنار، پروسه بعدیش میشه اون کیفیتی که این تیم قرار به تو بده. هماهنگیه. آفرین. اینا با هم مچ بشن، یه تیم خوبی رو تشکیل داده باشی، یعنی همه توی یه لولی باشن که حداقل استاندارده، حالا خیلی بالا پایین نیستن این و اینکه یعنی این تیم خیلی بالا پایین نیست. و بعد مرحله بعدیش اینه که اون پیاده سازی که اون استراتژیست، اون دیجیتال مارکتر یا اون طراح کمپینی که میخواد اتفاق بیفته توی اون مسیر و سناریویی که داره پیش میره، همه بتونن خوب کار کنن. قشنگ این یه ماشین، این یه سیستم، میدونی باید با هم کار کنن. میدونی به چی برمیگرده چیزی که تو داری میگی؟ من دو تا دلیل براش میبینم. یا یک مدیریت خوب بالا سرشون باشه، یا تجربه چند ساله داشته باشن اون تیمه که بتونه آقا مثلا یه پروژه میاد براشون، یک حالا حرکت مارکتینگی میخوان انجام بدن، بر اساس اون تجربه و مدیریتی که بالا سرشون هست تو اون خروجی رو بده. خب یه ذره واقعا دردسر سخته واقعا. آره، سختی بعدیش همین مچ بودن است، یعنی مچ رو پیدا کنی. هم مرحله بعدیش خود اون صاحب کسب و کار یا اون بیزینس باید بدونه که بچهای یعنی اون تیمی که ساخته کی داره چیکار میکنه، یعنی یه درک نسبی از همه اون پوزیشن، یه ذره تخصص رو از هر رشته باید داشته باشه. بعد برنامه‌نویسی یکم درک برنامه‌نویسی داشته باشه، بدون چه اتفاقی داره میفته اونجا، گرافیک بدونه،
بیاد این طرف تدوین بدونه، فیلمبرداری بدونه، قاب بدونه. یه سوال بپرسم، نیاز همه رو تخصصی بدونه؟ اصلا به نظر نیاز یه مدیر تولید محتوا بدونه؟ ببین من فکر می‌کنم آدم کامل‌تری میشه توی حرفه، یعنی مدیرات خب لول بندی میشن دیگه، یه جوری بعد دیگه مدیر خوب و عالی اونیه که خب همه چی رو سعی کنه بیشتر بدونه، تجربه بیشتری داشته باشه و خب همین شکلی تجربه بیشتر شده. آره. یه چیزی میونه کلمات بگم راجع به حالا مدیر بدونه یا ندونه. توی سازمان ما 3 تا رده مدیریت داریم: مدیر عامل، مدیر میانی، مدیر اجرایی. اون بالاییه که رأس کاره و در واقع مدیر عامل ریاسته، نیازی نیست، نیازه که مثلا درک مهمه توش، اجرایات مهم نیست. یعنی میتونم بگم 80-90% درکش رو باید داشته باشه، 10% اجرایات رو باید بدونه. همینجوری میاد پایین، مثلا مدیر میانی این درصد بالا پایین میشه تا به مدیر اجرایی میرسه که اجرایات رو باید بدونه تا درکش رو داشته باشه. در رابطه با مدیر عامل دقیقاً باید به نظر من هم درک اینو داشته باشه که نیازی نیست بدونه. مثلا دارم میگم در رابطه مثلا تولید محتوا چه نوع دوربینو استفاده کنه، نه اصلا نیازی نیست. یا مثلا طراحی سایت از چه حالا نرم افزاری، از چه زبان برنامه‌نویسی استفاده بشه، ولی درک اینو باید داشته باشه خروجی چی میخواد. خب اینو انتقال میده مدیر پایینیش که مدیر میانی یا مدیر اجرایی، اون ولی باید درک اون اجرا داشته باشه که مثلا الان فلانی داره، مثلا دارم میگم برنامه‌نویسی، طراحی سایت، آیتی یا هر چیزی، یک مدیریت داره، مدیر اجرایی داره. مدیر اجرایی باید بدونه که زبان برنامه‌نویسی چی استفاده بشه و چیکارا بشه، ولی نیازی نیست اون مدیر بالایی مدیر عامل بدونه. اینو فقط خواستم بگم که هر کسی، حالا هر مدیری چه نیازهایی داره که چه درک و چه علمی داشته باشه توی کارش. بر اساس همین صحبت‌ها داره میگی آقا شدنی نیست که تو قسمت مارکتینگ تو آوتسورس کنی، یعنی به جای اینکه آوتسورس کنی بیای دونه دونه استخدام کنی. دقیقاً من فکر می‌کنم که اگر بیاد خودش رو از این موقعیتی که باید همه چیز رو رصد کنه و درک کاملی نسبت به جزئیات داشته باشه، خودش رو یه پله جدا کنه و سعی کنه که حالا با آژانسایی که توی این زمینه دارن کار میکنن بیاد با تیم متخصصش دیگه، با تیم متخصصش کارشو که انجام بده، هیچی صحبتایی که با تیم میکنه کاملا مدیریتی باشه. یعنی بیان راجع به اون KPI که با هم دیگه بستن راجع به اون فقط صحبت کنن، با اجرایاتش و جزئیاتی که واقعا وقتگیره واقعا برای یک مدیر، اونا رو بسپره به تیمایی که، یعنی چون خودش تیم نداره بیاد بسپره به تیمایی که هست. خب از لحاظ هزینه براش سود داره، یعنی اون کاست بنفیت هست برای مدیر. خب شاید یه جا این باشه که بگه من نه 2 تا نیرو داشته باشم برام هزینه‌اش به صرفه تره. ببین اون برمیگرده به اینکه اون دقیقاً اون کارکسب چیه. فکر می‌کنم خیلی حالت‌های مختلفی برای قضیه وجود داره که بخوام جواب تو دقیق بدم. خب ولی کلی بخوام بگم فکر می‌کنم که نه، یعنی اون کاست بنفیتش این طرفی بیشتر مهمه، چون اون تیم مچ رو پیدا کردی، هزینه‌های استخدام رو گذروندی، خودت هم اگر درکی کاملی نسبت به این قضیه نداشته باشی کاملا یه پروسه وقتگیر و ممکنه حتی بی‌نتیجه‌ای هم بده. یعنی نتیجه هم در نمیاد تو داره کار. هزینه استخدام به قول هزینه بیمه، اضافه کاری، اینا ریسن نیازی بدی. تو با یک هزینه کمتر یک تیم متخصص رو عملاً داری که این کارو تو انجام بده. موافقم. یه سوال بپرسم، چرا میگیم کار و کسب؟ ببین کار و کسب و حقیقتش بخوام بگم، من یه جایی اوایلی که داشتم کار می‌کردم، کار معماری هم می‌کردم اوایلش. یه بنده خدایی اومد، من از کلمه کار و کسب استفاده نکردم، گفتم کسب و کار. خب و یه حال نصیحت فرم‌طوری داشت نسبت به من که جوون خب کسب و کار نگو، کار و کسب بگو. گفتم خب چرا؟ گفتش که ببین اولویتش برعکسه. خب کسب و کار نیست، تو اول کار میکنی و بعد به کسب میرسی و اصلا اهمیتش هم اون کار است. کار رو انجام بده، کسب خودش میاد، ولی به هدف این که بخوای کسب بکنی بری کار بکنی اشتباهه. و من دیدم که این قضیه خیلی عجیب غریب بود باهام که خیلی تو ذهنم نشست، اصلا به دلم هم نشست این قضیه. و گفتم اینو استفادهش کنیم، چیز جالب و باحالیه به نظرم. خیلی جالبه، چون تو کاری که ما داریم انجام میدیم توی یک تیم عملاً اولویت کار است. یعنی کارفرما از ما کار اول می‌خواستن، کسبی توش نیست. یعنی حتی ما داشتیم ایده اومده کسبی نداشته، یعنی درآمدی نداشته، ولی کار باید طوری باشه که به اون کسب برسه. یعنی خیلی به هیته کاری یک تیم هم می‌خوره این.
و حرف درستی زد. یکی از باز دغدغه‌هایی که داشتیم من و علیرضا اینجوری بود که حالا خودش هم بیشتر میدونه، با کارفرمایی کار می‌کردیم هیچ ایده‌ای نداشت که مثلا تیم مارکتینگ که حالا 3 نفره 4 نفره 7 نفره 10 نفره هر چند تا نسبت به اون به قول ما کار و کسبه نیاز داره چیکار میکنه، اصلا کار میکنه نمیکنه، سر هفته میخواد گزارش بگیره، دوست داره اصلا بدون تو لحظه چیکار میکنه، چون کانسپتی که ما بدون استخدام بدون مثلا حالا فلان یک تیم یک نیروی متخصص یک تیم متخصص بهت میده، اوکی عملاً یک مسیر مجازیه. خب من از کجا بدونم اون تیمی که داره خوب کار میکنه؟ درسته میتونه هفته به هفته ماه به ماه گزارشگیری بکنه ببینه، ولی همون حرف اول کارفرما صبور نیست و دوست داره بدونه در لحظه چی کار میکنه. بر اساس این یک پنلی رو درست کردیم که انجامشو بگو. ببین آره با کاملا موافقم، همینه که میگی درسته، ماهیت کلی کارمون هم همینه، یعنی ما همه اون ریسرچ ها تمام اون تحلیل رقبا آنالیزا میره جلو تا به یه نقطه‌ای که برسه که خروجی بده و این پروسه باید طی بشه و توی این پروسه هیچ کی صبر نداره و بعد هم کلیت کار تا به اون نقطه ما هیچ محصولی نداشتیم، هیچ چیزی که ملموس باشه رو نداشتیم. درست. برای همین با کارفرما خیلی دغدغه داشتیم. یه پنلی رو دیدیم براش که بتونیم بیایم سناریوها رو چک کنیم، در واقع بتونیم تقویم محتواییش رو بدونه و تسک‌های بچه‌ها رو هم در لحظه ببینه که کدوم تسک داره چجوری انجام میشه، چقدر زمان گرفته و اون زمانه چه کسی پند کس دیگه است. یعنی الان مثلا تدوین انجام شده ولی پستو چرا نمیذاریم؟ چون باید کاورش هم زده بشه، کپشنش هم نوشته بشه و این پروسه رو بتونه کامل ببینه و متوجه بشه که خب این یه سری کاریه که داره انجام میشه ولی فعلا نتیجه نداره، تا اینکه انتشار بده و بعد بره جلو روش تبلیغ اگه ببندیم و بقیه ماجرا. در لحظه داره تیمشو چک میکنه دیگه، حالا مدیر مارکتینگی داره چیکار میکنه، کمپین در چه وضعیتیه، استراتژی داره چیکار میکنه، طراحی داره چیکار میکنه، تماما داره رصد میکنه و یک قسمتی هم حالا هم اشاره کردی یا نه ما گزارش دهی هم داشتیم، یعنی حالا به اسم اینستا بورد، وب بورد، حالا هر چیزی که سوشال مدیا که داره میتونه گزارش بگه در لحظه که الان پیج یا وبش در چه وضعیتیه، رشد، کاهش، میخواد در چه اتفاقی میفته. این گزارشگیریه از لحاظ کسی که حالا کارش دیجیتال مارکتره تا یه حد زیادی اتوماسیون شده، ولی اینکه تو بخوای هر روز این گزارش رو آپدیت نگهداری و به کارفرما مدلی که اون باید ببینه نشونش بدی یکم زمان بره و اینو ما سعی کردیم که کاملترش هم بکنیم. یعنی ما تو بخش اینستا بوردش داریم میگیم که تحلیل رقبات هم داریم، اون رقبایی که ما اول اومدیم در آوردیم، حالا منها این که خیلی از کار و کسبا میان رقبایی که باز صنعتشون رو در نظر میگیرن، یعنی ممکنه یه نفر یه خرده فروشی اینترنتی داشته باشه ولی خودش مثلا با خانومی مقایسه کنه یا مثلا به یه دیجیکالایی متاسفانه هست، چون قالب سایت شبیه دیجیکالاست میگه من دیجیکالام، یعنی یه همچین اتفاقایی هم میفته ولی من روی صحبت ما اینا نیست. رقبایی که واقعا رقیبشونن رو ببینه که ببینه نرخ رشد تعاملش توی اینستاگرام چجوری بوده، درست رقباش چه شکلی بوده و بیاد این خودش رو مقایسه کنه، بگه من با این بودجه تونستم توی این هفته توی این ماه به رقیبم نزدیک‌تر شم یا ردش کنم. فهمیدم. خب دمت گرم توضیح دادی. به جنبندی برسیم و چون می‌دونم خیلی هم طولانی شد نمی‌خواستیم اپیزود 0 انقدر طولانی بشه، پس ما بر این اساس و این صحبت‌ها یک تاک رو به وجود آوردیم و توی قسمت‌های بعدی قطعاً ما تلاشمون اینه که متخصصین مارکتینگ و بازاریابی و حالا اشخاصی که کارشون حالا کار و کسب مختلف و بیزینسمن‌هایی هستن از تجربه‌شون استفاده کنیم و بتونیم حداقل علاقه‌ای که خودمون توی این مسیر داریم رو به مخاطبین این رشته و این حرفه انتقال بدیم. خدامت گرم. دم خودت دیگه. خوب شد. مخلصیم.